خب سلام، من راستینم و به کانال من خوش اومدین. بارها شده که توی مثلا اخبار هک یا جایی که در مورد امنیت صحبت میشه یا مثلا این روزا ببینین که زبان راست و زبان گو اینا خیلی داره جذاب میشه، همه فکر میکنن دیگه حتما باید برن یادشون بگیرن، که البته بری یاد بگیری خیلی کوله، خیلی باحاله. مبحثیه که مثلا مموری سیفتی بهش گفته میشه. فرضاً شنیدین که میگن فلان اپلیکیشن هک شد چون مموری سیفتیش مشکل داشت، یا میگن که گو یا راست یا مثلا پایتون زبانهای مموری سیفی هستن. گفتیم که بریم با همدیگه یه نگاه بندازیم ببینیم که مموری سیفتی چیه، چه زبانی مموری سیفه و اینکه C یا C++ مموری سیف نیستن آیا به این معنیه که اصلاً در زمینه مموری سیف نیستن یا چی؟ بریم ببینیم. خب امروز خبری از پلیگراوند و کدنویسی نیست و ما اینجا میخواییم که توی چند تا اسلاید به ساده ترین شکل ممکن با هم مموری سیفتی و مموری لیک رو بررسی بکنیم. خب اول بریم ببینیم که مموری لیک چیه. خب موقعی که یه برنامه میخواد اجرا بشه مقداری از مموری رو باید در اختیار بگیره تا مقادیر مورد نیاز خودش رو بتونه اون تو ذخیره بکنه که همون وریبل ها باشن. زمانی که این مموری الوکیت میشه، یعنی در اختیار بخشی از برنامه قرار میگیره که مقادیر رو توش ذخیره بکنه، میبایست پس از اجرای این برنامه، این بخش از برنامه، اون قسمت از مموری که اینجا مثلا توی زبان C الوکیت شده در اختیار این متغیر PTR که پوینتری هست که میتونه توش اینتیجر رو نگه داره، اون بخش از مموری که در اختیار این قرار داده شده میبایست پس از استفاده، زمانی که دیگه کار برنامه باهاش تموم شد، به این شکل فری بشه و برگرده و در اختیار منابع آزاد سیستم عامل قرار بگیره. خب اگر از زبانهایی مثل پایتون استفاده کرده باشیم، حالا همچین کاری نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه این زبانها ابزارهایی رو دارن مثل گاربیج کلکتور که جلوتر میگیم که به صورت خودکار تشخیص میدن که کار ما با این متغیر تموم شده و اون رو فری میکنن. اما اینجا ما به عنوان مثال در زبان C این رو نداریم. حالا چه اتفاقی میافته؟ بعد از اینکه بارها و بارها و بارها این بخش از برنامه اجرا بشه یا بخش‌های متنوعی از یک برنامه که هیچ کدومشون مموری رو که الوکیت میکنن فری نمیکنن اجرا بشه، به مرور زمان، میونید من اینجا حذف کردم اون قسمت فری کردن مموری رو، به مرور زمان میبینیم که اون مقدار اویلیبل مموری، اون مموری آزادی که سیستم عامل داره، اون بخشی از رم که میتونه در اختیار این برنامه یا سایر برنامه ها قرار بگیره، هی کاهش و کاهش پیدا میکنه تا جایی که دیگه فضای خالی تو رم باقی نمیمونه مادامی که این سیستم عامل داره اجرا میشه و سیستم عامل یا هنگ میکنه یا کرش میکنه یا خیلی کند میشه و ما به این میگیم مموری لیک. یه مثال خیلی خیلی ساده بخوایم بزنیم اینه که شما میری شیر آب رو باز میکنی، یه لیوان میذاری زیرش که لیوانت رو پر بکنی، بعد از استفاده باید شیر آب رو ببندی. در غیر این صورت خب منابع رو داری هدر میدی. حالا میتونه چه میدونم چاه آب باشه یا اون خود مقدار آبی که داری مصرف میکنی. حالا مثال خیلی خیلی ضعیفی بود گفتم ولی یه لحظه به ذهنم اومد. اما زبانهایی که خودشون راه حل دارن برای اینکه فری بکنن مموری رو، مثل زبانهایی مثل جاوا و خیلی زبانهای دیگه، این مسئله رو خودشون هندل میکنن. یعنی اینکه پس از اینکه با سازوکارهایی که دارن متوجه میشن که کار شما با این متغیر تموم شده، اون رو برش میگردونن و مقداری که از حافظه که اون داشته استفاده میکرده رو برمیگردونن و در اختیار سیستم عامل قرار میدن. که حالا به عنوان مثال اینجا
این کار رو فرضاً تو زبانی مثل جاوا یا حتی فکر میکنم پایتون ابزاری به اسم گاربیج کلکتور انجام میده. اما ببینیم که مموری سیفتی چیه. خب ما اینجا داشتیم مقدار یه متغیری رو یعنی یه پوینتری رو الوکیت میکردیم و یه مقداری بهش میدادیم. اینجا ما گفتیم که بیا و این مموری رو فری بکن. خب با فری کردن این مموری ما اون بخش از حافظه رو برش گردوندیم و در اختیار سیستم عامل قرارش دادیم و دیگه ما اون مموری رو در حال استفاده کردن نیستیم. اما کماکان ما اینجا پوینتری داریم که پوینتر همونطور که احتمالاً میدونید توی زبانهای برنامه‌نویسی نه اشاره به مقدار متغیر بلکه اشاره به آدرس اون قسمت از حافظه میکنه که شما مقدار مورد نظر از این برای این متغیر اون تو ذخیره کردین. خب من اینجا با فری کردن این پوینتر اعلام کردم که کار من با اون قسمت از مموری تمام شده و سیستم عامل آزاده که اون رو در اختیار بقیه منابع قرار بده. اما کماکان یه پوینتر دارم که این پوینتر من داره به اون قسمت از مموری اشاره میکنه که حالا اینجا به اصطلاح ما به این میگیم دنگلینگ پوینتر، یعنی پوینتر چه میدونم سرگردان، ولو. مسئله اینه که اینجا این پوینتر میتونه هنوز اشاره بکنه به اون قسمت از مموری. فلذا به عنوان مثال اینجا اگر مقدار درون اون پوینتر رو پرینت بکنیم، یه لحظه اون مقداری که اون قسمت از سیستم عامل ذخیره کرده به توسط هر برنامه‌ای تو اون قسمت از مموری رو بهمون نشون میده. ما هر بار این رو اجرا بکنیم ممکنه مقدارش متفاوت باشه و اینکه این مسئله میتونه ریسکای سکیوریتی داشته باشه. به عنوان مثال میتونه به یه هکر اجازه بده که اکسپلویت بکنه توی سیستم، میتونه یا هکر با استفاده از این سیستم رفتار برنامه شما رو تغییر بده، یا اینکه از این رفتار اشتباه برنامه شما بتونه اکسس کلی پیدا بکنه به کل مموری سیستم شما. و خب همونطور که میدونی همه زبان‌های برنامه‌نویسی متغیرهاشون رو دارن توی مموری ذخیره میکنن و اگر یکی بتونه کنترل مموری رو در اختیار بگیره، قاعدتاً کنترل کل سیستم رو در اختیار گرفته. خب به عنوان مثال راه حل توی زبان C برای این کیسمون خیلی ساده بخوایم در نظر بگیریم اینه که نه تنها ما باید مموری رو فری بکنیم، بلکه باید اون پوینتر رو هم ما برابر نال قرار بدیم که دیگه این پوینتری وجود نداشته باشه که به اون قسمت از خونه مموری اشاره بکنه. و اینجا اگر به عنوان مثال ما اون قسمت اول رو رام بکنیم دیگه هیچ خروجی بابت این خونه نخواهیم داشت، چون مقدار این پوینتر دیگر نال هست. خب اگر بخوایم لیست زبان‌هایی که مموری سیف هستن رو یه اشاره کوتاهی بهشون داشته باشیم، خیلی زبان‌ها مموری سیف هستن. ولی خب اینجا به عنوان مثال جاوا رو داریم، راست رو داریم که خب این روزها خیلی زبان محبوبی شده بین همگان، گولنگ رو داریم که این هم همینطور زبان خیلی محبوبیه، پایتون که دیگه معرف حضورتون هست و سی شارپ رو که بیشتر یه زبانی هست که تو سیستم های مایکروسافتی بیشتر ازش استفاده میشه و همینطور چون اگر اشتباه نکنم اون گیم انجین معروفه که ازش استفاده میکنه هست، یونیتی برای اپلیکیشن ها، گیم های موبایل خیلی ازش استفاده میشه و هر کدوم از این زبان ها مموری سیفتی رو به طور متفاوتی پیاده سازی کردن. مثلا جاوا با همون گاربیج کلکتور و اصلا کلا اساساً از ابتدا آبجکت اورینتد بودنش اومده و مموری سیفتی رو هندل کرده. فلذا مثلا پس از این که کار با یه متغیر تموم میشه اون رو ترمینیتش میکنه و دیگه در اختیار سیستم وجود نداره. یا مثلا راست که البته یه مسئله توش داره که اینجا یه مقداری پیچیده تره، برای اینکه من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، با مسئله‌ای به اسم اونرشیپ این قضیه رو حل کرده و مثالش اگر شما بخواید نوعی از پوینتر رو تعریف بکنید توی این زبان تو قسمتی از برنامه‌تون که این اونرشیپی که راست داره رو
وایولیت بکنین اصلا برنامه کامپایل نمیشه و راست یه خطایی برمیگردونه، میگه شما مثلا این اونرشیپ رو وایولیت کردین. کماکان میشه تو راست برنامه مموری آن سیف نوشت، ولی شما خب باید خیلی رسما شیک اونجا کلید واژه آن سیف رو به کار ببرین که بگین آقا این مسئولیتش رو من بر عهده میگیرم، بیا یه تیکر رو آن سیف انجامش بده. که خب این از اینکه اشتباهاً یه برنامه‌نویس بخواد این قسمت از برنامه رو آن سیف بنویسه جلوگیری میکنه. همینطور گو هم از گاربیج کلکتور استفاده میکنه، پایتون هم از گاربیج کلکتور استفاده میکنه و سی شارپ رو هم فکر میکنم از گاربیج کلکتور استفاده میکنه، اما من نرفتم اینو تحقیق بکنم، بذارینش پای تنبلی من. خب این از این شد مبحث مموری سیفتی و مموری لیک تو حالت خیلی ساده و خلاصه وار. خب همونطور که دیدیم زبانهای مدرن مموری سیفتی رو خودشون بر عهده گرفتن و اینطوره که این زبانها مموری سیف هستن، یعنی توی کامپایلرشون یا توی اینترپرترشون یا بالاخره فیچری دارن که این مسئله رو هندل میکنه. اما این به این معنی نیست که زبانهای قدرتمندی مثل C یا C++ زبانهایی هستن که سیف نیستن، بلکه به این معنیه که مبحث مموری رو به عهده برنامه نویس گذاشتن. اما دیده شده که برنامه نویس های درجه یکی مثل اونهایی که پر کاربردترین ابزارها رو می نویسن مرتکب اشتباهاتی که منجر به مموری لیک شده‌اند که ما اخباری مبنی بر فرضاً لیک های امنیتی رو در مورد یک سری چیزای بسیار پرکاربرد میشنویم. اما این به این معنی نیست که C یا C++ زبانهای خوبی نیستن. حالا شما اگر دوست دارین C یا C++ رو یاد بگیرین و به اون زبانها کد بزنین، خیلی میتونه جذاب باشه. هنوز بسیار بسیار پر اهمیتن این زبانها. تقریبا هر چیز جدی تو دنیا مثل کرنل، مثل حتی کامپایلر همین زبانهایی که ازشون صحبت میکنیم با این زبانها نوشته میشه. منتها خودم حداقل شاید 10 سالی باشه که سراغ C یا C++ نرفتم، اما اگر رفتین خوش به حالتون، چون قراره خیلی حال بده. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین.